سلام، روز بخیر. خیلی وقتا مشکل هنگ یا کندی سیستم ما اصلا ربطی به نرم افزار نداره. ممکنه قطعات شما حتی سالم هم باش. ما فرض میگیریم فرض بر سالمی. با سیستم کار میکنه، هنگ میکنه، افت میکنه، سرعت میاد پایین، ویندوز عوض میکنه، یکم خوبه. حالا اگه خودتون بلد باشین، اگه نه که یک سری باید ببریم پیش همکارای ما و اونجا عوض کنیم. چالش از کجا شروع میشه؟ وقتی سیستم یکم سرد و خنک که اول روشن میکنه خوبه، یکم که باش کار میکنه شروع کنه به هنگ کردن، میره جلوتر صدای هارد تق تق میکنه و وسط کار هنگ میکنه و صفحه آبی میده و کلی اذیت دیگه. اینا که میگم فرض میگیرم که همه قطعات سالم هم رم اینا مشکل ندارن. خب تقریبا میپرسیم ما نوشتیم پاور شاپ میزنی، منظور از شاپ پاور چیه؟ پاور توی فیش برق ساتا یک خارهای تقریبا این شکلی مانندی داره، شبیه شاخ گافه تقریبا. بعد پایه های سوکت هارد شما صافه، یعنی این پایه های پاور حالت فنری مانند روی این قرار میگیره. حالا وقتی سوکت دفرمه میشه این پایه ها فاصله میگیره، خب این مقدار میره پایینتر و فاصله میگیره. اتفاقی میفته برق که میخواد بره روی این به جای که چسبیده باشه، برق با اتصال ارسال میشه. در اصل مثل شاخ زدن میکنه و این اتصالی شروع میکنه و برد هارد رو آسیب میزنه، بعضا بردون میسوزونه و اگه SSD باشه ممکنه درایو SSD تون رو کلا از دست بدید. چالش از کجا شروع میشه؟ چالش سر سوکت برق هارد. معمولا بعد از 6 ماه الی 1 سال این فیش برق هارد شما شروع میکنه در اصطلاح دفرمه شدن. هر پایه برقی که از پاور به سوکت برق ساتای درایو شما میره 3 تا خار داخلش هست. انگاری مثل میمونه که یک ورق فلزی داغ میشه توی یک قطعه پلاستیکی. خب فلزه که کاری نمیشه، اون پلاستیکی شروع میکنه دفرمه شدن. حالا میریم توی این فیلم از نزدیک ببینیم یه پاور یک سیستم آوردن پیش ما، دقیقا همین بلا سرش در اومده، تازه تمام فیشاش با هم خراب شده. میریم ببینیم این مشکل چی هست و چطور درمانش کنیم. خب نگاه کنم مشکل ما سر این فیش است. ببینید بعد از 6 ماه الی 1 سال این فیش شروع میکنه، مخصوصا کسایی که کامپیوترشون تایم زیادتر روشنه، کسایی که گیم میزنه، این فیش شروع میکنه به دفرمه شدن. خب ببینید و این روی SSD و هارد دیسک شما تاثیر میذاره، ممکنه باعث خرابی و سوختنش بشه. ولی علائم اولیش اینه که شروع میکنه این برقا پایه وسط مال برق 5 ولت، هر کدوم از این سیمایی که پشت میره داخلش 3 تا خار میگیره، این قرمز برق 5 تبدیل با 3 تا خار میاد روی برد قرار میگیره. من این 3 تا اینوری که منفی هیچی، این 3 تا وسط ببینین الان این 3 تا که انگشتم روشه برق 5 ولت کاملا دفرمه شده اومده پایین. برق 5 ولت برق برد درایو شما هست، به SSD و کلن آسیب میزنه، به هاردا بردش رو خراب میکنه. علائم اولش اینه که سیستم بسیار هنگ میکنه، اذیت میکنه، فکر میکنیم ویروس گرفته میبریم ولی مشکلتون حل نمیشه و یک سره دارین خرج سیستم میکنین و یک سره اون سیستم اذیتتون میکنه. ولی یک از دلایلش اینه. حالا هر پاوری چند تا از این فیشا داره. نگاه کنید مثلا الان این فیش نگاه کنید مثل یه خط صاف، اینا کنار همه. راه اولیه آسونش اینه که اون فیشو بکشین، یک دونه از این فیشا دیگه وردارین بس کنین. اگه تمام فیشاتون خراب بودش، یه سوکتایی رو پاورتون هست به نام سوکت مولکس، انا این مولکسش اینجاست. میتونید تبدیل برق مولکس به ساتا بگیرین و از تبدیل استفاده کنین. در غیر صورت اگه همکار خوبی سراغ دارین، تعمیرکار خوبی، میتونه بدین این فیشا رو براتون درست کنه. بازم اگه مولکس اونم نداشتیم باید بدین که این سیما رو کلا براتون دوباره سوکت بزنه. امیدوارم این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. موفق و پیروز باشید.